احمدجان یک ساله است و قدم‌های اولین خود را می‌گذارد. عبدالولی دولتوف و همسرش مقدس او را 8 ماه پیش به فرزندخانه گرفته‌اند. آنها به همدیگر عادت کرده‌اند، اما یک مشکل باقی مانده است. والدین نو نمی‌توانند که به احمدجان نسب خود را بدهند. دادگاه ناحیه وسه 2 دفعه قرار برآورد، اما آن را ناعادلانه می‌شمارند. судья ба мо гуфт ки аминзода гулнура ба мо гуфт ки ана занма файрод кард ки бинем ку солим ҳаст ё не. вақте ки занам рафт, занма диданд, боз гуфтанд ки ҳуҷҷати хона техпаспорти хона надорен, справкаи мизди маош надорен, ҳолон ки дар дурни аризаи мо ҳамин справкаи мизди маош ҷойгир карда шудагӣ буд. баъд мо дар байни як ҳафта техпаспорти хонаро тайёр карда аз сари нав аризаро дубора супоридем. عبدالولی از دهه در نیچی ناحیه وسه معیوبی گروهی یکم است. 487 سامانی نفقه معیوبی میگیرد و با بند و بست نوارهای توی مردم در ماه تا 3000 سامانی دیگر به دست می آورد. همسرش میگوید توانایی آنها برای نگهبانی احمدجان کافی است. میرسه شگرانختا و میرسه همین یک ساله شیدک فرزندم خشونیکاشون داریم. این خانه و در را عبدالولی دولتوف بنیاد کرده است. او میگوید مسئولان دادگاه این را به نظر نگرفتند. نمیدونم این جناب ولی اینقدر تاکید میکنند، بارها تاکید میکنند که معیوبان رو دستگیری میکنند. اینقدر ما از جناب ولی منظور هستیم و معیوب بودن خود را حس نمیکنیم. از این افسوس میخوریم که چرا برای اینقدر ما را این سودیا سرگردان کرد. بارها رفتیم به در سود، اما یک بار نشد که ما باید سودیا یکم بار صحبت کنیم. ما پیش رئیس ناحیه رفتیم، رئیس ناحیه ما از رئیس ناحیه همین نداد که بعد از ما اومدن. اما این تنها مشکل عبدالولی دولتوف در ناحیه وسه نیست. در گذشته دادگاه‌های تاجیکستان 10 مراجعت را برای فرزندخوانی کودکان رد کرده اند و آن هم به دلیل امکانیت محدودی مالی. حالا عبدالولی می‌خواهد قرار دادگاه ناحیه وسه بازبینی شود و به دستگاه اجرایی پرزیدنت هم نامه نوشته است. تا حل شدن قضیه احمدجان حق ندارد نام و نسب عبدالولی دولتوف را گیرد.